فصل سوم کتاب چگونه به وایراگیا برسیم از جناب سوامی شیواناندا با عنوان بدبختی‌های هستی دنیوی. جهل علت بدبختی هست. چیزهایی که دیروز دیدید امروز دوباره حضور دارند. زیورالاتی که دیروز با شادی به تن داشتید دوباره توسط شما پوشیده میشن و با این حال حتی افراد باهوش از اونها منزجر نمیشن و از لذت بردن مکرر از اونها شرمنده نیستن. مثل بچه‌های نادونی که بارها شیرینی هایی رو میچشن که موقتاً شیرینی خودش رو به شما نشون میده، شما هم رنج میبرید از مسیر حقیقی، بیخبرید. روزها، شبها، هفتهها، 2 هفتهها، ماهها، سالها و چرخه های یوگایی بارها میچرخن و هیچ چیز جدیدی به دست نمیاد. ثروتی که فقط انبوهی از افکار رو در مغز به گردش در میاره به شما سعادت نمیبخشه. این ثروتی که ذهن بسیاری در آرزوی اون هست و ماهیتی بسیار زودگذر داره کاملا بی‌ارزشه. مثل غنچه گلی در یک گیاه رونده که توی چاهی احاطه شده و مثل مار رشد میکنه. هیچ کس نمیاد و نمیره. پرانا زندگی که مثل قطره‌ای آب بارونه که از انتهای برگی که بالای سر چرخونده شده میچکه در مواقع نامناسب از بدن خارج میشه. این زندگی مثل ابرهای پاییزی با چراغی بی فتیله یا امواج اقیانوس زود گذره. زندگی و مرگ تنها 2 پرده از یک نمایش هستن. در واقع هیچ کس نمیاد و نمیره. زندگی افرادی که خودشون رو از تولد دوباره رها کردن شریف ترینه. هیچ چیز به اندازه زندگی که ذاتاً فانی و در لذت بخشی زود گذره نفرت انگیز نیست. آتش آرزوها. آتش آرزوها شما رو کاملاً سوزونده. در حالت فعلی حتی یک حموم کامل در استخر آمبروزیا شما رو خنک نمی‌کنه. این آرزوهای همیشه در حال رشد هستند که دردهای تولد دوباره سنگین ترین و طاقت فرساترین دردها رو به همراه میاره. این بدن که از ماهیچه ها، روده ها، ادرار و مدفوع تشکیل شده و در معرض تغییرات مختلفه، زمانی چاق و زمانی لاغره. صرفاً برای تحمل درد وارد این هستی دنیوی میشه. پس چه زیبایی در این بدن که از گوشت، استخون و خون تشکیل شده تمایل به پوسیدگی داره، در ثروتمندان و فقرا یکسان هست و در معرض رشد و پوسیدگی قابل لذت بردنه. 3 تب. از یک طرف نیش عقرب وجود داره، از طرف دیگه مارها، مگسها، ککها، ساسها، پشهها، خارها و سایر حشرات از یک گوشه شما رو آزار میدن. خورشید توی تابستون شما رو میسوزونه، توی زمستون سرما شما رو نیش میزنه. آنفولانزا، طاعون، آپاندیس، پیوره، آبله همه آمادن تا شما رو ببلعن. بنابراین 3 تب وجود داره: آدیاتمیکا، آدیدایویکا و آدیباوتیکا. ترس، توهم، غم، اندوه و بدبختی هر لحظه شما رو میکشه. تمایل، خشم، نفرت، حسادت، نگرانی، اضطراب هر ثانیه شما رو عذاب میده. مرگ افرادی که بسیار دوستشون داشتید شوک‌های شدیدی به شما وارد میکنه. با این حال
هرگز از لذت‌های لحظه‌ای حواس این وجود دنیوی غیر واقعی دست نمی‌کشید. چون این هست عمق لذت‌های نفسانی. از طریق خودخواهی، هی من مرد قدرتمندی هستم. من بسیار باهوش هستم. من میتونم هر کاری انجام بدم. خدایی وجود نداره. سیبیل موم زدت رو تاب میدی و وقتی عقرب تو رو به شدت نیش میزنه با تلخی فریاد میزنی ای نارایانا 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 به من کمک کن، منو از این درد وحشتناک رها کن. اگر موهات خاکستری شه رنگای مختلفی برای سیاه کردن اون اختراع میکنی. پیوند غده میمون رو برای جوانسازی اختراع میکنی. اگر دندونات بیفتن یا دندون مصنوعی جدید میذاری. هرگز میل به زندگی و لذت بردن رو رها نمی‌کنی. ای بیچاره از کار افتاده، نمونه ناامید کننده. عمیق فکر کن، تفکر کن، تأمل کن. ساتسانگ مداوم داشته باش. همراهی با حقیقت، معاشرت با افراد خدا ترس، معاشرت با قدیسان و عابدان. معنای واقعی کلمه ساتسانگ. خدمت فداکارانه به کشور و بشریت انجام بده. 4 راه نجات رو در خودت پرورش بده. بگوادگیتا، یوگا واشیستها و ویوکاچودامانی از جناب شانکارا رو مطالعه کن. با نزدیک شدن به سانیاسین‌های دانشمند شک و تردیدهای خودت رو برطرف کن. به شراوانا، مانانا و نیدیدیاسانا متوسل شید. شراوانا به معنی شنیدن، مطالعه، گوش دادن و خوندن کتاب مقدس یا آموزش در زندگی معنوی هست. مانانا به معنی فکر کردن، اندیشیدن، تأمل کردن، بررسی کردن. و نیدیدیاسانا به معنای مراقبه عمیق و مداوم که این جریان مداوم و ناگسستنی از ایده های از همون نوع ایده های مطلق هست و این کار تمایلات متضاد ذهن رو از بین میبره. پرده جهل رو بردارید و در ماهیت حقیقی خودتون حالت ساچیتاناندا استراحت کنید. از بریهادرانیاکای اپانیشاد این جمله رو بیان کردن: خود باید دیده شه، شنیده شه، در مورد اون فکر بشه و عمیقاً مورد تعمق قرار بگیره. از افتخار، احترام، مدرک، نام، شهرت، قدرت، مقام و عناوین دوری کنید. اونها کاملاً بی‌ارزشن. اونها رضایت ابدی به شما نمیدن. اونها فقط غرور شما رو تشدید میکنه. همه اونها مسکر ذهن هستن. اونها بدبختی و آشفتگی ذهنی به همراه میارن. به همین دلیله که راجا بهارتیاری، راجا کوپیتان و لرد بودا پادشاهی، ثروت، افتخار و غیره رو خودشون رها کردند. با اونها به عنوان چیزهای بی اهمیت رفتار میکردند. عدم قطعیت زندگی. فقط اعمال شما خوب یا بد بعد از مرگ با شما همراه خواهند بود و خدا شما رو بر اساس اعمالتون قضاوت میکنه. جذب اشیاء بیرونی متوقف میشه اما هنوز هوس درونی یا آتش حواس که ترشنا نامیده میشه باقی میمونه. به همین دلیله که گیتا میگه پرهیزکاران از اون چه میخوان فرار میکنن اما آرزوهای خودشون رو با خودشون میبرند. وقتی مردی وارد واقعیت میشه آرزوهاش رو پشت سر میگذاره. از کتاب بگوادگیتا. ای دوست،
آیا محدودیتی برای تعداد پدران، مادران، همسران، پسران، دختران، عموها و عمه‌هایی که در تجسم‌های بیشمار گذشته داشتی وجود داره؟ و با این حال وابستگی و رابطه نادرست از بین نرفته. تبعیض پدیدار نشده. چه حیف. آیا از تکرار همون اعمال خوردن، آشامیدن و خوابیدن هر روز شرمنده نیستید؟ شما به عناوین و افتخارات خود افتخار میکنید. آیا زندگی خودتون رو حتی کمی بهبود دادید؟ چه درسایی از زلزله‌های اخیر بیهار و کیتو آموختید؟ آیا در تلاش برای رسیدن به جایگاه فناناپذیر هستید که در اون تمام آرزوها و ترشناها یا همون هوس‌های درونی کاملا نابود میشن؟ آیا در تلاش برای رسیدن به والاترین هدف زندگی، یعنی شناخت الهی هستید که جاودانگی، سعادت و آرامش رو به ارمغان میاره؟ توی زلزله اخیر بیهار این متن سالها پیش نوشته شده، زمانی که زلزله در اونجا رخ داده. یک بانکدار ثروتمند مجبور شد 9 روپیه گدایی کنه تا خودش و خانواده‌اش رو از مرگ ناشی از گرسنگی نجات بده. یک دانشمند با فروش کتاب‌هاش به آرومی 25,000 روپیه به دست آورد، اما اون مجبور شد این پول رو در مدت کوتاهی برای درمان درد مزمن سینه‌اش خرج کنه. اون انواع داروها رو امتحان کرد، اما همه‌شون بیهوده بودن. اون مجبور شد خونه رو ترک کنه و زندگی یک زاهد رو در پیش بگیره. زندگی در اینجا کاملا نامشخصه. بیماری‌های مختلف به بدن حمله می‌کنن، با این حال انسان کورکورانه به این زندگی زودگذر میچسبه. اون حقیقت رو فراموش میکنه. ای انسان، با پاکسازی ذهن و تمرین مراقبه شدید، آرامش و سعادت ابدی رو در آتمان یا روح درون خودت جستجو کن. این راه سلطنتی درست برای رهایی خودت از دردهای سامسار است. در انجام اعمال معنوی سریع باشید. موها در حال خاکستری شدنه. دندونها در حال از بین رفتنه. ایندریاس یا حواس در حال سرد شدنه. در جوانی مراقبه و جاپا رو تمرین کنید. در پیری وقتی از خدمت بازنشسته میشید نمیتونید هیچ کاری انجام بدید. داشتن ذهن پاک و آروم بسیار دشواره، اما اگر میخواید در مدیتیشن و یوگا پیشرفت کنید باید چنین ذهنی داشته باشید. خداوند بودا از همون کودکی ویوکا داشت. این کسی بود که از همون جوانی عمیقاً تحت تاثیر ماهیت گذرا و ناپایدار همه شرایط هستی دنیوی و رنج‌ها و بدبختی‌هایی که موجودات رو در اون غرق می‌دید قرار گرفته بود. آیا شما خداوند بودای دیگه‌ای نخواهید شد؟ 8 ساعت رو در خواب گذروندی و بقیه روز رو به غیبت‌های بیهوده، دروغ گفتن، فریب دادن دیگران، فعالیت‌های خودخواهانه و جمع کردن ثروت گذروندی. چجوری میتونی انتظار خیر معنوی، جاودانگی و آرامش داشته باشی اگر حتی نیم ساعت رو در خدمت خداوند، خوندن نام‌های اون و تفکر الهی نگذرونی؟ در کل زندگی غمه. حضرت بودا میگه در کل زندگی غمه. پژواک این گفته رو در یوگا سوتراهای پاتانجالی پیدا می‌کنی. در واقع برای فرد دارای تبعیض همه چیز در دست. این فلسفه بدبینان نیست، این خوشبینی فوق‌العاده‌ایه.
چون باعث وایراگی‌های عمیق میشه. ذهن رو از لذت‌های نفسانی جدا میکنه و اون رو به سمت خدا، آتمان، هدایت میکنه تا سعادت ابدی و بی‌نهایت رو درک کنه. همونطور که ماهی در میل خود به خوردن گوشت قلابی رو که در زیر اون قرار داره نمیبینه، انسان هم در میل پرشور خودش به لذت نفسانی حلقه مرگ رو نمیبینه. چجوری هوس‌های حسی رو ریشه‌کن کنیم؟ ترشنا به معنای هوس یا هوس شدیده. با تکرار مداوم لذت بردن از یک چیز، اشتیاق برای اون چیز بسیار شدید و حاد میشه. این ترشنا تبدیل شدن به یک محقق بزرگ در دانشگاه آکسفورد یا کمبریج و گرفتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا خیلی آسونه، اما ریشه‌کن کردن این ترشناها خیلی دشواره. به همین دلیله که جناب واشیست ها به جناب راما میگه شما حتی میتونید هیمالیا رو از ریشه بکنید، حتی میتونید آب تمام اقیانوس رو بنوشید، حتی میتونید گویهای آتشین رو ببلید، اما نابود کردن ترشناها، هوسها دشواره. هوسها به طرق مختلف باعث مشکلات مدام میشن. این هوسها و میلها بذرهای سامسارا هستن. یک انسان دنیوی همیشه در غم و اندوه غرقه. اون همیشه در تلاشه تا چیزی، مقدار پولی، مقداری قدرت، یه مقدار مقام و غیره رو به دست بیاره. اون همیشه مضطربه که آیا اون رو به دست میاره یا نه. حتی وقتی واقعا چیزهایی رو که با اشتیاق زیاد آرزوش رو داشت در اختیار داره، بازم مضطربه که مبادا اونها رو از دست بده. در کسب درآمد درد وجود داره. در مراقبت از اون درد بیشتری وجود داره. اگر اون پول کم شه درد زیادی وجود داره و وقتی از دست میره کاملا فقط برای لحظه ای عظمت اوج و شدت رنجی رو که به انسان میده تصور کنیم. بنابراین از پول دست بکشید و در آرامش سعادتمند خودتون آروم بگیرید. در حضور نور نمیتونید تاریکی داشته باشید. در حضور لذت‌های نفسانی سعادت اتمسفریک نمیتونه وجود داشته باشه. دنیا پرستان هم لذت‌های نفسانی و هم آتماناندا رو در یک فنجون و همزمان میخوان. این یک غیر ممکن مطلقه. اونها نمیخوان از لذت‌های نفسانی دست بکشن. اونها نمیخوان وایراگی‌های واقعی رو در قلب خودشون پرورش بدن. اونها فقط زیادی حرف میزنن. اگرچه انسان میدونه که هر لحظه ممکنه بمیره، اما فکر میکنه که برای همیشه زنده است. گرفتار شدن در تار و پود مایا، این توهم تا زمان مرگ صرفاً احمقانه است. کسی که به همسر، ثروت و فرزندان وابسته است، حتی ذره‌ای در مسیر معنوی سود نمی‌کنه. مجردی که از سر تا پا پر از شور و اشتیاقه خیال میکنه که چون همسری نداره بدبخته. مرد خونه‌داری که از زندگی دنیایی خسته و فرسوده شده، زن و فرزندش رو مانع بزرگی در تلاش‌های معنوی خودش میدونه. میل به نام و شهرت. انسان میتونه از زن، شوهر، فرزند، دارایی و هر چیز دیگه‌ای چشم‌پوشی کنه، اما چشم‌پوشی از نام و شهرت خیلی سخت و نادره. پرتیشتا یا آبرو نام و شهرت تثبیت شده است.
این مانع بزرگی در راه رسیدن به خدا. این در نهایت باعث سقوط میشه. این به جوینده اجازه نمیده که در مسیر معنوی پیش بره. اون برده احترام و افتخار میشه. به محض اینکه کمی خلوص و پیشرفت اخلاقی کسب میکنه، افراد نادون به سمتش هجوم میارن و شروع به ادای احترام و درود میکنند. اون از غرور مغرور میشه. اون فکر میکنه که یک ماهاتمای بزرگه. در نهایت برده تحسین کنندگانش میشه. اون نمیتونه متوجه سقوط تدریجی خودش بشه. لحظه‌ای که آزادانه با اهل خونه قاطی میشه، اندک چیزی رو که در طول 8 یا 10 سال سادانای شدید خودش به دست آورده بود از دست میده. اون حالا نمیتونه بر عموم مردم تأثیر بگذاره. تحسین کنندگانش همون رو ترک میکنن، چون هیچ آرامش واقعی یا نفوذ معنوی در همراهیش پیدا نمیکنن. مردم تصور میکنن که ماهاتما سیدی داره، قدرت فراتبیعی داره و میتونن از طریق لطف اون بچه دار بشن، ثروت‌های فراوان و گیاهای هیمالیایی برای ریشه‌کن کردن بیماری‌ها و ساختن بدن‌های درخشان و سالم داشته باشن. اونها همیشه با انگیزه‌های خودخواهانه و پنهانی به یک سادو نزدیک میشن. سالک از طریق معاشرت بد، وایراگیا و ویوک‌های خودش رو از دست میده. دلبستگی و آرزو در ذهنش پدیدار میشه. بنابراین باید همیشه خودش رو پنهان کنه. هیچکس نباید بدونه که چه نوع سادانه‌هایی انجام میدید. هرگز نباید سعی کنید قدرت‌های روانی وسیدی خودتون رو به نمایش بگذارید. باید بسیار فروتن باشید. باید خودتون رو یک مرد کاملاً معمولی جا بزنید. نباید هدیه‌های گرون قیمت رو بپذیرید. تحت تاثیر افکار بد افرادی که هدیه میدن قرار خواهید گرفت. هرگز نباید فکر کنید که از این مرد یا اون مرد برتر هستید. نباید با دیگران با تحقیر رفتار کنید. همیشه باید با دیگران با احترام فراوون و توجه عمیق رفتار کنید. اون وقت احترام به خودی خودش خواهد اومد. باید مورد احترام قرار گرفتن، افتخار، نام و شهرت رو مثل کود و سم در نظر بگیرید و مورد احترام قرار نگرفتن و بی‌اعتباری رو مثل گردنبند طلا بپوشید. فقط در این صورته که با خیال راحت به هدف میرسید. چرا این دردسر؟ ساختن آشرام و تربیت شاگرد باعث سقوط جویندگان میشه. همه اینها موانعی در مسیر شناخت خدا هستند. جوینده به نوع دیگری از سرپرست خانوار تبدیل میشه. اون خودخواهی نهادی رو در خودش پرورش میده، به آشرام و مریدانش وابسته میشه. حالا همون دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌ها رو برای اداره آشرام و مجله ماهانه و تغذیه مریدانش داره. اون ذهنیت بردهداری رو در خودش پرورش میده. افکار آشرام حتی در هنگام مرگ در ذهنش میچرخه. بعضی از آشرام‌ها به خوبی توسط رؤسای معنوی مؤسسات مربوطه در زمان حیاتشون مدیریت میشن. وقتی اونها میمیرن، مریدانی که کوتاه‌بین هستن در دادگاه‌های علنی با همدیگه درگیر میشن. میتونید پرونده‌های زیادی رو ببینید که در جریان آشرام به یک مرکز دعوا تبدیل میشه. صاحبان آشرام باید اغلب از خیرین تملق بگن و درخواست کمک مالی کنن. چطوری ممکنه افکار خدا توی ذهن کسی باقی بمونه وقتی ذهنش بر انباشت ثروت و توسعه آشرامش متمرکز شده؟ کسایی که قبلا آشرام‌ها رو راه اندازی کردن حالا ممکنه بگن ما به طرق مختلف مردم نیکی میکنیم. ما روزانه کلاس‌های مذهبی داریم، به فقرا غذا میدیم.
طالبان مذهبی رو تربیت میکنی. کاملا درسته که آشرامی که توسط یک یوگی پویای فداکار یا یک روح آگاه یا یک جیوان موکتا اداره میشه، یک مرکز پویای معنویته. این آشرام هزاران نفر رو از نظر معنوی ارتقا میده. چنین مراکزی در تمام نقاط جهان مورد نیازه. چون این آشرام هایی میتونن خیر معنوی عظیمی برای کشور داشته باشن، اما چون این آشرام های ایدئالی با رؤسای معنوی ایدئال برای اداره اونها امروزه بسیار بسیار نادره. پول به روش‌های مختلفی جمع‌آوری میشه. بخشی از اون برای اهداف مفید خرج میشه. بقیه صرف آسایش و راحتی بنیانگذاران آشرام و شاگردان مورد علاقه اونها میشه. بنیانگذاران آشرام به مرور زمان ناخودآگاه برده عبادت و پوجا میشن. مایا به روش‌های مختلفی عمل میکنه. اونها بسیار مشتاق هستن که مردم چارانامریت‌های اونها رو بنوشن. نوشیدنی جاودانگی از قدم‌های مقدس. چگونه مردی که اعتقاد داره باید به عنوان یک آواتار پرستش بشه میتونه به عموم خدمت کنه؟ کارگران اجیر شده در آشرام کوته فکر هستن. اونها حتی برای چیزهای کوچیک هم با هم دعوا میکنن و فضای آروم آشرام رو به هم میزنن. پس آرامش در آشرام کجاست؟ چطوری بیگانه هایی که برای گرفتن شانتی، صلح و آرامش به آشرامیان میتونن از شانتی در اونجا لذت ببرن؟ بنیانگذارای آشرام باید روزانه با بکشا از بیرون زندگی کنن، با غذای صدقه از بیرون. اونها باید زندگی ایدئالی از فداکاری مطلق، زندگی ساده مثل مرحوم بابا کالی کامبلیوالا از ریشیکش داشته باشن که برای آشرام یک ظرف آب روی سر خودش حمل میکرد و خودش با بکشا از بیرون زندگی میکرد. چنین افرادی به تنهایی میتونن به مردم خیر واقعی برسونن. بنیانگذارای آشرام هرگز نباید درخواست کمک مالی کنن. این کار بی‌اعتباری زیادی برای خود نظام سانیاسا به همراه داره. این روش دیگه‌ای از گدایی محترمانه است. عادت گدایی ماهیت ظریف و حساس عقل رو از بین میبره و افرادی که مرتباً درخواست کمک مالی میکنن نمیدونن چه کار دارن میکنن. جذب کارگرای خوب برای آشرام خیلی دشواره. پس چرا وقتی نه پول، نه کارگر و نه نیروی معنوی پویا دارید، خودتون رو برای ساختن آشرام به زحمت میندازید؟ ساکت باشید، مراقبه کنید و بی سر و صدا خودتون رو تکامل بدید. به کار خودتون برسید. اول خودتون رو اصلاح کنید. چجوری میتونید به دیگران کمک کنید وقتی خودتون در تاریکی دست و پا میزنید؟ وقتی خودتون نابینا هستید؟ چجوری یه مرد نابینا میتونه یه مرد نابینای دیگر رو هدایت کنه؟ هر دوتاشون به ورطه عمیق میافتن و پاهاشون میشکنه. معمولا یک رهرو در ابتدا نسبت به سادانای خودش، تمرینات معنوی خودش بسیار مشتاقه. اون پر از شور و شوقه. اون علاقه زیادی نشون میده. انتظار داره که به زودی نتایج خوبی کسب کنه. وقتی در مورد زمان مورد انتظار به این نتایج نمیرسه دل سرد میشه. علاقه خودش رو از دست میده و تلاش‌هاش رو کم میکنه. اون سادانه‌های خودش رو کاملا رها میکنه. اون ایمان خودش رو به اثر بخشی خود سادانا از دست میده. نگرانی و اضطراب. آدم همیشه تشنه تصاحب اشیا، زن، شوهر و دام هست. این مطمئناً اون رو خودخواه میکنه. خودخواهی باعث دلبستگی میشه. هر جا دلبستگی وجود داشته باشه
من بودن و مال من بودن وجود داره. تمام بدبختی از اینجا شروع میشه. از این لحظه کل چرخ مایا شروع به چرخش میکنه. انسان حالا برده میشه. زنجیرهای آهنی محکمی به دستها و پاها و زانوهاش بسته شده. اون مثل عنکبوت یا کرم ابریشم در اون گرفتار شده. این تار خود ساخته اونه که برای نابودی خودش ساخته. لحظه ای تنها توی یک اتاق آروم بشینید. پرسجو کنید. فکر کنید. تحقیق کنید. خوشبختی یک حالت ذهنیه. به پول یا دارایی بستگی نداره. در واقع افراد بسیار ثروتمندی رو میبینید که بسیار بدبخت هستن، در حالی که یک کارمند فقیر بسیار خوشحاله و یک سادو که فقط با یک لون در وجد الهی میرقصه. لذت نمیتونه اقناع میل رو به همراه داشته باشه. برعکس میل ها رو تشدید میکنه و ذهن رو از طریق اشتیاق حسی یا ترشنا بیقرارتر میکنه. همونطور که ریختن روغن حیوانی یا روغن آتیش رو تشدید میکنه، هرچه خواسته ها کمتر باشه خوشبختی بیشتره. شیر به بعضیا لذت و بعضی دیگه درد میده. فنجون 4 شیر باعث حالت تهوع یا استفراغ میشه. در هنگام تب لذت نمیده. بنابراین لذت در اشیا نیست، بلکه در تخیل یا تمایل ذهنه. انبه شیرین نیست، اما تخیل شیرینه. زن یا مرد زیبا یا خوش قیافه نیستن، بلکه تخیل زیباست یا خوش قیافه است. یک زن زشت برای شوهرش خیلی زیبا به نظر میرسه، چون تخیل اون مرد زیباست. یه مرد زشت برای همسرش خیلی خوش قیافه به نظر میرسه، چون تخیلش که زیباست. در اشیا ذره‌ای لذت وجود داره، اما دردی که با اون آمیخته شده به بزرگی یک کوهه. لذت حسی وسوسه انگیزه. تا زمانی که آدم اشیا رو در اختیار نداشته باشه، افسون وجود داره. اون سخت تلاش میکنه. ذهنش پر از اضطرابه. ناامیده. چون شک داره که آیا شیء مورد نظرش رو به دست میاره یا نه. به محض اینکه شیء رو در اختیار میگیره، جذابیتش از بین میره. متوجه میشه که توی دام افتاده. یه مرد مجرد شب و روز به ازدواج خودش فکر میکنه. فکر میکنه که بعد از پایان ازدواج توی زندونه. قادر به برآورده کردن خواسته های گزاف همسرش نیست. اون میخواد از خونه به جنگل فرار کنه. همین موضوع در مورد خانم‌های مجرد هم صادقه. مرد ثروتمند اما بی فرزند فکر میکنه که با داشتن پسر خوشبخت‌تر میشه. اون شب و روز نگران داشتن فرزنده. به زیارت رامشواران و کاشی میره و مراسم مذهبی مختلفی رو انجام میده. اما وقتی بچه دار میشه احساس بدبختی میکنه. بچه از حملات سر رنج میبره و پولش به پزشک‌ها داده میشه. حتی در اون صورت هم درمانی وجود نداره. این شعبده بازی مایاییه. تمام دنیا مملو از وسوسه است. وقتی نمیتونید به چیزها دست پیدا کنید، احساس بدبختی میکنید. مردی که به نوشیدن چای معتاده، کسی که عادت داره بعد از غذا میوه و شیر بخوره، وقتی نمیتونه چای یا میوه و شیر بگیره، احساس بدبختی میکنه. اون از روی تحریک پذیری محض همسر و خدمتکارانش رو بدون دلیل و منطق سرزنش میکنه. وقتی همسر از دنیا میره، شوهر در غم و اندوه غرق میشه.
نه به خاطر از دست دادن شریک زندگیش، بلکه به این دلیل که حالا نمیتونه لذت جنسی ببره. علت درد لذته. علت مرگ عشق به زندگی نفسانیه. اگر درد نمیخواید از تمام لذت‌های نفسانی دست بکشید. اگر مرگ رو نمیخواید از زندگی شهوانی دست بکشید. اگر توی 10 سالگی عینک میزنی، ساعت مچی میپوشی، با قرض گرفتن پول ماشین میخری، لباس فرم شیک مهمونی و کلاه الوود و چکمه های طبی میپوشی، موهای کوتاه فرانسوی یا کوتاه شده داری، سیگار 3 قلعه یا سیگار آبی یا مانیل میکشی، گردنت رو با یقه های سفت میبندی، توی ساحل با همسر دست تو دست همراه میری، روزنامه توی جیبت داری، سیبیل کوتاه یا قیصری وسط لب بالاییت داری، گوشت میخوری و برندی مینوشی، بریج بازی میکنی، قمار میکنی، توی سالن‌های رقص میرقصی، برای رفتن به سینما پول قرض میگیری و خلاصه زندگی عیاشی رو در پیش میگیری. این تمدن مدرنه. مد و استایل تو رو به گدای گدایان تبدیل کرده. راگا و دوشا، 2 جریان ذهن، یعنی راگا و دوشا، جذب و دفع، در واقع دنیای سامسارا، چرخه تولد و مرگ رو تشکیل میده. ذهن از طریق جاذبه به شدت به اشیاء دلپذیر وابسته میشه، از طریق راگا، چون از اون لذت میبره و دوستش داره. هر جا که احساس لذت وجود داشته باشه، ذهن به چیزی که لذت میده میچسبه. این همون چیزیه که دلبستگی نامگذاری میشه. این فقط اسارت و درد رو به همراه داره. وقتی اون چیز کنار گذاشته میشه یا از بین میره، ذهن درد غیرقابل وصفی رو تجربه میکنه. جاذبه یا راگا علت اصلی رنج‌های انسان هست. ذهن از چیزهایی که درد میدن فرار میکنه. بیزاری یا دوشا و نخواستن در ذهن ایجاد میشه. برای مثال، هیچ کس مار کبرا، ببر یا حتی عقرب رو دوست نداره. جاذبه و لذت، دافعه و درد در کنار هم وجود دارن. یک مرد یا زن دنیایی برده این 2 جریان قدرتمند و ویرانگره. اونها مثل یک تکه کاه به این سو و اون سو پرتاب میشن. وقتی لذت میبرند، لبخند میزنن. وقتی درد میگیرن، گریه میکنن. به اشیاء دلپذیر میچسبن. از اشیاء دردآور فرار میکنن. تمایل به لذت نفسانی در ذهن همه ریشه‌دار یا عمیقاً جا افتاده است. ذهن راجاسیک چنان شکل گرفته که حتی برای یک لحظه هم نمیتونه بدون فکر لذت از هر نوعی باقی بمونه. مردم انواع مختلفی از لذت‌های ظریف رو اختراع میکنن. علم مدرن کمک‌های شگفت‌انگیزی به ایجاد روش‌های پالایش یافته لذت انجام داده. تمدن مدرن تنها نام دیگه‌ای برای لذت نفسانیه. هتل‌ها، سینماها، هواپیماها، رادیو، تلویزیون لذت‌های نفسانی رو تشدید می‌کنه. آدم برای ارضای ذائقه خودش غذاهای جدید، شربت‌های جدید، نوشیدنی‌های جدید اختراع می‌کنه. مد لباس سال به سال پیشرفت‌های چشمگیری می‌کنه. در مورد آرایش مو هم همینطور. حتی مردی که در مسیر حقیقت گام برمی‌داره، آرزو داره از طریق تمرینات یوگایی خودش لذت‌های نفسانی پایدار و شدید رو پیدا کنه. اون میخواد توی جهان‌های آسمونی با وسایل نقلیه آسمونی سفر کنه.
اون میخواد در جهانهای آسمانی با وسایل نقلیه آسمانی سفر کنه. اون میخواد شهد جاودانگی رو در زیر کالترو یا درخت آرزوها در کنار ایندرا و دیگر خدایان بچشه. اون میخواد آواز و رقص حوریان آسمونی و گاندرواها رو بشنوه. همه اینها وسوسه های ظریفی هستند. طلب کننده صادق قاطعانه به همه این انواع لذت های لطیف، ظریف و شدید در اینجا و پس از اون پشت میکنه. اون با همه اونها مثل مواد تحوضا، مثل کله پاچه یا مثل ادرار الاغ یا مثل سم رفتار میکنه. این دنیا پر از مشکلات و دردسرهاست. هیچ کس جز یک یوگی یا یک باکتا یا یک یانی از این بدبختی ها و اضطراب های دنیایی آزاد نیست. هر جا که دوست داری برو، فرقی نمی‌کنه. کامالا و کریشنا فرزندی نداشتند. یک شب که روی تختی مرتفع خوابیده بودند، داشتن در هوا قلعه می ساختند. کامالا از کریشنا پرسید اگر من بچه دارشم چطور جای خواب پسرمون رو فراهم می کنی؟ کریشنا پاسخ داد من در همین تخت چوبی جا باز می کنم. با این حرف چند اینچ از همسرش فاصله گرفت. همسرش دوباره پرسید اگر پسر دومی داشته باشیم چه کاری میکنی؟ کریشنا پاسخ داد دوباره در همین تخت جا باز میکنم. با این حرف اون واقعا چند اینچ بیشتر به لبه تخت نزدیک شد. کامالا دوباره پرسید شوهر عزیزم اگر پسر سومی داشته باشیم چه کاری انجام میدی؟ شوهر گفت من در همین تخت به اون جا میدم. هنگام حرکت به انتهای تخت به زمین خورد و پای چپش شکست. همسایه کریشنا اومد و ازش پرسید مشکل پاهات چیه؟ کریشنا گفت پام رو به خاطر پسرای دروغینم شکستم. مردم دنیا هم همینطور هستن. اونها به خاطر میتیا پیمانا، غرور کاذب و میتیا سامبانتا، رابطه کاذب رنج میبرند. پایان فصل 3.